سلام و درود خدمت تک تک عزیزای دلم. دوست داشتیم بیوگرافی منو بدونین. شاید خیلیاتون ندونین که چه مراحلی طی شده تا الان من اینجا نشستم. اصطلاحی که من خیلی میشنوم از اطرافیانم این کلمه خوش به حالته و دلم میخواست که بیام و از این خوش به حاله یکم براتون بگم. من 40 سالمه، از 20 سالگی شاغل بودم. تمام کارهایی که فکر کنین و من تجربه کردم. 10 سال کارمند بودم. سال 1400 من استعفا دادم و رویاهایی که همیشه دوست داشتم، البته قبلش دوست داشتم کارمند بشم، یعنی من کارمند میشم، یعنی من رسمی میشم، یعنی تمام این باورها انجام شد تا اینکه خب در کنارش من کارهای چرم رو انجام میدادم و سعادتی شد